گل، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. شهرام فالکون هستم. خوش اومدید به یک ویدیو جدیدی از چنل من. بچه‌ها گل، حالا که ویدیو رو شروع کنیم من مقدمه بچه‌ها گل، همونطور که میدونید ویلیجر احمق ترین موبایل ماینکرافت هستن، اما ما امروز یه فرصت به این ویلیجر احمق دادیم که بیان و از چند ده چالش هایی که ما براشون ترتیب دیدیم گذر بکنن و اگر موفق شدن که به اذن خداوند یه ذره باهوش‌تر بسازن و اگر موفق نشن که اسکلی میشنسن. بزنید بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش لایک و کامنت و فالو فراموش نشه. دور همتون بگردم. بزنید بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان گل، بچه گل مدیونین فکر کنید یالا حالا ولش کن. بچه گل، ما برای این ویلیجرهای بسیار احمق که جوربه اینجا اسپان شده بود نه من دلم نمیدونه بزنم چه گوجیه چی، حالا ولش کن. بچه گل بریم ببینیم که برای چالش اول که چالش انتخاب آهن این پاره کنه شلوار پاره کن یا لاوا کدوم انتخاب میکنه. بچه گل ما این چالش ها رو بر پایه منطقه ماینکرافت انجام نمیدیم، چون اگر بر پایه منطقه ماینکرافت انجام بدیم هیچ اتفاقی اصلا نمیفته، ولی خب تو دنیای واقعی قشنگ پاره. بچه گل مدیونین اگر فکر کن ولش کن. آقا بریم 3 2 1 با جفت شاتمو گرفت. سه خوب خوابیده ببین بچه گل مثل اینکه انقدر احمق نیست. بچه گل این چالش بگم آخره با اون اصلا کاری نداریم. بچه گل بریم برای چالش دوم. برای چالش دوم میخوام عقل فال دمیج ویلیجر رو تست کنم. بچه گل اگر اینو بره مستقیم میفته توی آب و هیچ اتفاقی براش نمیفته، البته اگر برای ویلیجر اتفاقی نیفته، ولی این سیلت بشه اینجا. بچه کسی که لایک میکنن اصل من ببخشید باشه. و این دومیه بیافتی رسما به چخ گاو میری، ولی خب حالا دیگه بریم ببینیم که ویلیجر احمق چی انتخاب میکنن. 3 2 1 اسکول. چقدر تو آدم خری هستی اسکول، اونجا آبه. اصلا یه بار دیگه من امتحان میکنم چون این یه ذره چالش سنگینیه، از کردنش سخته. یه بار دیگه امتحان میکنم. بابا باریکلا چقدر باهوشی هستی. ببین بودو اجازه برای چالش سوم من میخوام پرسپولیسی یا استقلالی بودن ویلیجرها رو تست کنم. پرسپولیس رو داریم، تراکتور رو داریم و استقلال رو داریم. و بچه برای اینکه نگید که ترتیبشون اشتباهه من یه دوره دیگه اینا رو چیدم که هر کدوم یه فاصله مشترکی داره و این ویلیجر بدبخت رو دقیقا اینجا اسپانش میکنیم. آره می‌خواستم بگم که حالا ما اینجا چیزی ندیم و من انتخاب میکنم که کجا بخوابم. برای تست اول من این ور انتخاب میکنم، یه ویلیجر احمق بیاریم ببینم. 3 2 کجا داری میری دیوانه؟ کجا داری میری؟ تخت اونجاست. کجا داری میری؟ برو گم شو، تو عقل نداری مرتی که یه چیز نزدیکتر اسپام میکنی. ویلیج تراکتوری. بچه یه دوره دیگه تست میکنیم. نه گوشو بیدارش نکنیم شطور خره اولاق. خب آقا یه دوره دیگه امتحان میکنیم. یه یاری اومده استقلال خوابیده. گم شو. پرسپولیسی بود یه ویلیجر بعدی. بخواب دیگه بگینیم بخوابیم. بابا اینا منگول هم بخوره. ولی خب بچه تراکتور تو چالش اول برنده شد. دومی ما اینجا اسم بابا کجا دارید میرید شما؟ آقا جان اینجاها بخوابید. وای خدا دارم رد میدم. بچه اینجا چی اینجا؟ بچه یه ویلیجر استقلالی داریم، یه ویلیجر پرسپولیسی داریم. تراکتور تو این چالش باخت بچه گل. حالا میریم برای چالش بعدی. الان بهتون میگم چالش بعدی چیه. با این چالش هم کاری نداریم. این چالش بچه ما میخوایم تست چیز بودن که حالا یعنی اسپیدران مابا رو ببینیم. بچه گل اینجا لاواه، اینجا هایمه کسی که لایک ببخشید و اینجا زیر این اسلبا آبه. بچه
زیر این اسلب آبه. میخوام ببینم این زامبیا رو آب حساس هستن یا خیر، که حالا الان از اینجا یه سراشیبی هم براشون ترتیب دیدم. خدا کنه که برو تکون بخور. اتاق ارتباط بگیر. اتاق ارتباط بگیر دیگه. خدایا کجا داری میری آقا من نمیخوام اینجا بره بیرون، برم اینا رو میکنم. یه دور دیگه امتحان میکنیم. جونه ننت اینجا تخت دیگه یکی تو بره بگیره بچه. آها از هدفم رفت روحانی، یعنی رو آب و لاوا حساس. برو گمشو، گن نزن تو چالش من. بیشور گن نزن تو چالش من. اسکول شطور باشه گل. ولی خب متوجه شده دیگه هدف ما در اصل. خدا چه کثافت دونی اینجا رو افتاد. یه دقیقه وایسید بچه، من یه دقیقه اونجا رو درستش کنم یه وقت مابی نیاد گم بزنه تو چالشمون. خب الان بهتر شد بچه. یه گل دوباره امتحان میکنیم. برو بریم. اخ شد. بازم روحانی رفت بچه، یعنی رو آب و لاوا مثل این که اساسه. بچه من چالش رو چند بار انجام میدم چون بار اول به چوفی شد و اینا. یه بار دیگه ما چالش رو انجام میدیم و این دفعه این ور اسپان میکنیم ویلیجر رو. بازم هانی رو انتخاب کرد، یعنی پاشو بچه رو اسلب آب نذاشت، یعنی آقا مثلا اینجوری رو آب را بره. آقا زیر اسلب آبه که حالا دو وقت ببینیم. وای نه چه اشتباهی کردم. حالا اشکال نداره. مهم اینه که بچه گل این چالش بازم همون هانی رو انتخاب کردن ویلیجر و ریسک نکردن که روی آب را برن. بریم سراغ چالش بعدیمون. چالش این که آیا یه ویلیجر چند ثانیه میتونه از خودش در برابر یک زامبی چیز کنه، دفاع کنه خودش، و میتونه اگر عقلش کار کنه از اینجا بیاد بیرون و زامبی فکر نکنه من اینجا بتونه بیاد بیرون، تو آب گیر میکنه. خلاصه برو بریم برای تست. یک ویلیجر اسپام میکنیم، یه زامبی اسپام میکنیم و یک ویلیجر هم اینجا. نه بچه بازه مگه تو بمیر آقا. یه بار دیگه هم تا ویلیجر بز اینجا. این نیدی شما بابا اینا مونگول همه قرآن مجید. حاجی جلوت میخوام میدونه اسپاکو. برو ببینم شام کنی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ثانیه بچه یک ویلیجر تونست از خوش دفاع کنه. و حالا این دفعه ما این پله رو حذفش میکنیم. اگه که تو ما این دفعه پله رو حذف میکنیم و یک دور دیگه به صورت حرفه‌ای تست میکنیم. من یه دقیقه وایس بذارید بکش کنم. 3 یک ویلیجر و شماره 2 و واسید و استارت این کوب. برو استارت. اچه تا الان 2 ثانیه تونسته دووم بیاد. یه بار دیگه هم میکنیم. بابا این چرا مونگوله این ویلیجره؟ فرار کن دیوانه. گیرشم بخوام بچه گل. یه چیزی حدود همون 10 ثانیه ما بین همون 11 ثانیه و اینا میتونه دووم بیاره. بچه گل برای تست دوم ما میخوایم 2 بار میخوایم روی این زمین چالش به قرآن مدیونه. اگر فکر کنین الان من بچه گل بار اول میخوایم روی تخت تست کنیم، یعنی یک ویلیجر رو اینجا میذاریم و ببینیم که آیا میتونه اینجوری مسیر رو بره و اینطوری بره و برسه به تخت. برای همین دوباره مجبوریم شب کنیم گیمو. ببخشید نایتش کردیم بازیو. و بچه گل اینجا رو میبندیم که یعنی دیگه هیچ راه خروجی نداشته باشه آقای ویلیجر یا حالا خانم ویلیجر رو هرچی کرد. ببخشید اشتباه شد. حالا شروع کنیم. 3 2 اخت شد برگام. بابا باریکشل. نامید نشو مرد، نامید نشو، تو میتونی. برو آفرین. برو بابا باریکشل. بابا برو مرد.
نگرد اسکل. وای آجی هوش اینا اصلا سرشاره به ناموسم. برو مستقیم. بابا گیر کرد. بابا چونه مادرت برو. به عقلت دارم شک میکنم. برو. ای اسکل. آقا ما یه بار دیگه هم تا میکنیم. حالا این دفعه یه ذره نزدیکتر میذاریم ویلیجر عزیزو. برو جان مادرت برو، ناامیدم نکن. برو دیگه، چرا همتونم اینجا میمونید؟ برو به خدا که میتونی. برو تو میتونی. برو بابا اسکلین شما به ناموسم. بر نگرد دیوانه. آقا حالا من این دفعه یه ذره ارفاق میکنیم، یه ذره نزدیکتر میذاریم، چون نسونم واقعا ویلیجرها در حد مغزشون نمیکشه. البته واقعا هم باید میکردی دیگه، نمیکردی واقعا شک میکردم. عقلت برو گم شو مغز برو ببینم بچه. حالا برای دفعه دوم ما میخوایم یک زامبی رو بذاریم به عنوان چیز، و حالا یه ویلیجر اینجا، یک زامبی هم اینجا. برو ببینم چیکار کنیم. ماشاءالله بوری کله. حالا شاید یه انگیزه ای داشته باشی که بری رو تخت لعنتی بگیری بخوابی. برو وای نسا. برو وای نسا. برو بودو ببینم. بابا باریکل. برو وای نسا. این زامبی برای چی با میسته؟ ای اسکول خر. یعنی اصلا هوشتون من بیا برو خودتو مسخره کن. وای بچه این اسلپو داره میسوزه. اسلپو بچه گل ماشالله این تستم گن زدن و اونقدر چیز نبود اصلا. مش منگولی شما به والله. جمع کنید خودتون. بچه گل برای چالش بعدی دیگه چالشی نمونده، همه چالش رو رفتیم انجام دادیم و اینکه میریم و برمیگردیم دوستان عزیز.